خواهر حنیفه درباره توی پرسیده ایستادید، فقط صداتون کمی نامعلوم آمده ایستاده است. خواهرم در مسئله توی چند روز پیش آره فهمیدم، با خواهرها هم این مسئله رو گفته گذاشتیم. خواهران عزیز، توی که در یک شب شده میگذرد، توی که فقط شاید چند ساعت باشد، یک شب هم نه، یک چند ساعت است، سبحان الله عمری بعضی او رو میگیرد. یعنی برای اون توی 2 سال و 3 سال و 4 سال برایش آمادگی میبینند و در یک شب یا در یک روز به گناهی که به سبب توی بعضی ها دست میزنند، تمام عمر هم آن را نمیتوانند با استغفار از بین برند. توی در اسلام پیامبر صلی الله علیه و سلم به عبدالرحمن ابن عوف وقتی میگن من نکاح کردم، میگن اولین ولو بشاد، اگر با یک گوسفند باشد هم تو ولیمه بده. توی مسلمانی حتما باید ولیمه داشته باشد، حتما کمی در آنجا خوشحالی باشد، یعنی زنها بین خود خرسندی کنند، حتما باید مهر باشد، کمی هدیه یا دعا برای داماد و عروس باشد. اما امروزه توی هایی که و حتی عائله های مسلمان، پدر و مادر دیندار، مگنیتوفون میمونند یا سرود از تلفن میمونند یا چیز دیگر، با صدای بلند رقص و بازی زنها بین خود میکنند و گویا عروس سطردار در بین زنها او هم میرقصد و 1001 رنگ دارد، سپس اون رو نوار میکنن، عکس میگیرن، این طرف و اون طرف میفرستن. این نشان دادن زینت است و عیب است برای زن مسلمان، سبحان الله. و یک جهت اگر گفتیم نه اجازت است، در 4 مذهب رقصیدن زنها مکروه است. دخترچه های معده رو میگن رقصیدنش با که ندارد، اما اون هم با دایره است، نه با مزمار شیطان یا آن سرودهای عاشقانه و 1001 موسیقی های امروزه که بعد رقص ها هم از رقص ها فرق میکند. بعد چیز دیگر، این همه اسرافه که آره ما گفتیم ولیمه دادن، خوراک دادن در توی حتی واجب است. خوراک بدهید به مردم، نه به اندازه اسرافه که 1 ماه و 2 ماه با آن میتواند یک شهر زندگی کند. یعنی الان حاضر خیلی ریا، یعنی به اوج رسیده ایستاده است که همه از دسترخوان توی این طرف و اون طرف روان میکنن و با یک فخر، در حالی که شما میدانید که مردم تاجیکستان در کدام سطح زندگی میکند. همه میدونن که از کمبغل ترین مردم ما هستیم. پسترین کارها رو مردهای ما میکند، پسترین کارها رو زنهای ما میکند. ما میدونیم که ما در زیر سرگی نمیدونم ایوان و دیگر پول میشویم و لای میزنند و کار دیگر. این همه اسرافی برای چی؟ سبحان الله. یعنی شما دولت های بایترین رو اگر ببینید، این اسرافی که الان کرده استادن کسی نمیکند. از پختن تورت تو 10 نمیدونم نمودی خوراک و چند نمودی دیگر شیرینی و چیزی دیگرها، اینها رو کی میخورد؟ پرخوری اصلا در اسلام جایز نیست. پرخوری اصلا در اسلام جایز نیست و حضرت عایشه حدیث در بخاری است، میگن پیامبر تا مردن در خانه ما تقریبا نون ملایم نبود. پیامبر بغل نبودن، پیامبر پس از به مدینه آمدن الکی از ثروتمندترینا بودن، اما این گونه زندگی رو به خود اختیار کردن. من خیر گفتم یک آدمی تماما از دین بیرون از چیز دیگر که به او میگوی او حیاتش و مماتش دنیا هست، اما اهل دین، خواهران دیندار حجابدار، برادرانی که برای الله هجرت کردید، به شما چی نمیرسد که این همه ریا میکنید؟ به شما چی نمیرسد که به فرزند خود گفته نمیتوانید به خاطر چند ساعت رویت رو در پیش الله سیاه نکن، به خاطر چند ساعت این همه ریا نکن. عروس باید عروس باشد، نه پر از ریا، نه پر از عکس که تمام مردها تمام دیگرها ببینند. شما میدونید که الان امانتدار خیلی کم است. اگر گفتیم از بزم عروسی تو گفتیم اون همه لباس و تو آن همه دسترخوان هایی که تو چند هزار دلار است، اگر حساب کردیم به جز اسراف و ریاکاری چیزی دیگری نیست. شاید برای همین باشد هم دیده ایستادیم که طلاق از توی زیاد است. امروز توی شد، فردا طلاق خیلی زیاد است. توی باید با برکت باشد، با برکت دعای مظلومان، دعای بیچارگان، با برکتی که اون 2 نفری که امروز به حیات زن و شوهری قدم نهاده ایستادن با تقوا و با بسم الله باشد، نه پر از ریا که مردم مرا با کدام لباس میبینند، دسترخوان مرا دیده مردم چی میگویند، بعد از توی من چند روز چی میپوشم. کاش میدانستند عروسکان و مادرانی که برای عروس این همه خرید و اسراف میکنند، اون لباس قدر دختر تو را هیچ جا نمیبردارد.
لباس یگان نفر رو قدر و عزت نداده است و نمیدهد. به جای این به اخلاق فرزند خود، به علم فرزند خود، به امانتداری فرزند خود، به صبر فرزند خود اهمیت ده. عروسی با صبر به پیش می رود. یک عروس با صبرش می تواند نکاح خود را نجات دهد، نه به هزار یک گلدوزی و نه به هزار یک شیرینی و شیرینی پختن و به مردم استوریا نشان دادن. و این چیز الان گفته ایستادم، فاسقی و گناه و اهل دنیا یک طرف استاد، در اهل دین این را دیده ایستادیم. پناه به الله که باید تغییر یابد و من و شما اگر تغییر ندادیم کسی این را تغییر نمیدهد. یعنی من و شما باید این گونه از اولین فرزند خود، یکم فرزندم گویان، به این طرف و به آن طرف نزده، من و شما باید شروع کنیم تا مردم بدانند که توی عروسی در یک روز مهمانی گذشته رونده، پس از این زندگی هست که طولانی. برای این باید فرزندان خود را آماده کنیم، نه برای یک دسترخوان که دو سه پرخور در این باره چی میگویند.